با سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز، انشالله که خوب، خوش و سلامت هستید. سلام به همه. داشتم راجع به مسئله حرف می زدم، بعد دیدم که فیلمبردار ما، دوست ما شروع کرد لبخند زدن. بعد بهش گفتم چرا میخندی؟ یه جوری به خصوصی لبخند زد به من. گفتم که آدم تا زمانی که میدونم از آدمای خسیس خیلی خوشم نمیاد، اصلا خساست من اذیت میکنه عزیزا. بعد داشتم گفتم که آدم تا زمانی خب اصلا این هر چی که به چسبت این یکی اصلا نمیچسبه. گفتم که آدم تا زمانی که زنده است خوبه که اگر دوست داره به بچهش پول بده، کمک بکنه، تا زمانی که زنده است الان این کارو بکنه، نه اینکه وقتی که از بین میره پولاش بمونه برای بچهش، بعد بچهش بگه اون زمان که من جوان بودم احتیاج داشتم، پدر مادرم این پولو به من ندادن. خودت که نیستی بگی مادر تو روحت بله صلوات. حالا whatever هر چی که شما دوست دارید. گفتم که آدم تا زنده است باید این کارا رو بکنه، خوشی بچه‌هاش رو ببینه. پول برای خرج کردنه، برای که ازش لذت ببره. خریدنه. خرید چیه؟ خرید وسایل، خرید اجناس، خرید بچه، خرید بچه دیگه چیه؟ با این پولی که میخری احترامش رو میخری، عشق رو میبری، هر روز زنگ میزنه عزیز مامان سلام عزیزم قربونت مادر خیلی متشکرم خوبی. برای خریده پول، برای خریده پول برای اینی که انشالله که همه داشته باشن، ولی وقتی که در میاری یه مقدار زیادی پول، یه مقداری کنار میذاری، یه مقدارشو جمع میکنی برای آینده که دستت جلوی کسی دراز نباشه، اون مقدار اضافه‌ش هم به بچت میدی که بچت لذت زندگی رو ببره. درست. نگر میدارید برای چی؟ والا به خدا هیچکی با خودش نبرده. و من تازگی فهمیدم اون آدمایی که خسیسن خودشون نمیدونن خسیسن، بقیه رو خسیس میدونن، خودشون نمیفهمن که خودشون هم آدمای خسیسی هستن. برای سعی کنید از زندگی لذت ببرید. به خدا زندگی بسیار بسیار کوتاهه. من داشتم با دوستم حرف میزدم، بعد گفت ویدا مال ما بیشترش رفته کمش مونده ها، چجوری اینجوری شد؟ گفتم کاش همه این رو میفهمیدم. بله. زندگی سه تلخی است که از آغازش چشم به پایان ندارم. آزرده شدم چشم به پایان ندارم. حالا ندارم. آره اینجوری باید گفت. و اما بریم سراغ این آتش بس. ما نفهمیدیم بالاخره آتش بس یا نه بس. ما نفهمیدیم که بالاخره قراره چی بشه. خیلی ها از دوستان وقتی صحبت میکردن یه صحبت‌های جالبی میکردن. بعضی هم گفتن که ما خیلی خوشحال شدیم که دیدیم که ایران در مقابل امریکا ایستاد و نباخت. خیلی ها گفتن که کاش که ایران میباخت و این مسائل تموم میشد. ما نمیدونیم بالاخره باید آتش بس باشه، بالاخره باید ایران میباخت یا نمیباخت. ما این بر دنیای ما خبر نداریم. امیدواریم که اون چیزی برای مردم ایران پیش بیاد که خوب باشه. ولی واقعا آتش بس چی شد؟ اولا ایران باخت یا نباخت من بستگی داره شما از چه زاویه‌ای بهش نگاه میکنید. این اولین چیز. این حرفا رو گوش نکنید که ایران نباخت. یاد سریال پایتخت میافتم که فقط این قسمتشو دیدم. چرا دارین من بازی میدین شما؟ چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین؟ چرا دارین من صحنه سازی درست میکنین؟ من باختم، بعدم باختم، من آبروی شهر من بردم، سقف من رو سر من خراب شده. اینو بهش توجه داشته باشی. اما بهش باز یه قسمت دیگه بود تو قیصر میگفت به همه گفتیم ما زدیم شما بگید ما زدیم. اینم قسمت دیگه بود یاد بهمن مفید عزیز بخیر. ما اگر این مثلا با اوضاع امروز مملکت با وضع اقتصادی امروز نگاه میکنید، بیده عزیز باختیم، بدم باختیم و اینو باور بفرمایید که فردای بسیار بسیار بدی رو ایران تجربه خواهد کرد. و اینو بازم میگم خدمتتون که مردم ایران
مردم ایران با این نوع اوضاع نمیتونن دوام بیارن و دوام نخواهند آورد. مسلماً. مسئولین هم این مسئله رو میدونه، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره این کار. شما باید توجه داشته باشید، باید یک برنامه ریزی درستی باشه سر اینکه فردا چه اتفاقی میخواد بیفته. آتش بسی که آقای ترامپ عنوان کردن یک دلیل دارد و بس. چی هست؟ دلیلش اینه که در داخل رژیم ایران، در داخل کسی نیست که کنترل و زمام کامل رو دست گرفته باشه. یا به زودی باید با یک کودتا روبرو باشید و ببینید که یک کودتا در ایران رخ میده، یا اینکه شما باید توجه داشته که هر روز این فاصله و این شکاف بین دسته ها بیشتر و بیشتر میشه. ما الان دیگه از 2 دسته به 3 دسته تبدیل شدیم. افراطی های سخت یا همون حالا که صحبت بودیم و کسانی که یک زمانی به نام اصلاح طلب بودند. خب الان کلن فاصله بیشتر و بیشتر شده. شما حتی میان اصولگراها هم ما الان فاصله داریم میبینیم. یعنی اصولگرای سخت داریم یا کسانی که افراطی هستن و اصولگرایی داریم که باهاش در گذشته روبرو بودیم. شاید برای خیلی ها این باور که بله نبودن آقای حتی مسئولین هم یا خیلی از کسان هم هستن که میگن دیدی که نبودن آقای خامنه‌ای هیچ تأثیری داشته. امروز میبینید این تزلزل رو در چند ماه آینده حس میکنید. چرا بعضی ها قبول ندارن این اشخاص رو؟ یه سری به این اشخاص میخندن، میگن طرفی که نتونست حتی این باور مردم رو برای پرزیدنسی به دست بیاره، حالا چطور میتونه بیاد کل کشور رو به دست بگیره؟ چون بازم یادتون باشه پرزیدنت در ایران یک کار میشه گفت نمایشیه تا یه حدیش، چون همیشه رهبر بوده که در واقع مسائل انجام میداده و از طرف دیگه سپاه. الان نمیتونن حساب کنن که روی آقای قالیباف که فقط آقای قالیباف هستن که میتونن این تصمیم رو بگیرن یا ایشون با آقای عراقچی تصمیم میگیرن که میخوایم بریم با آمریکا صحبت بکنیم. اما تنها راه امینه. چنین راهی وجود نداره برای فردای ما فردای سختی رو خواهیم داشت و اینو مطمئن باشید در رابطه باهاش. یعنی زندگی ما برای هموطنانمون در داخل کشور هر روز سخت‌تر خواهد شد و زندگی ما هم اینور توش تاثیرگذار خواهد بود برای ما هم. 100%. شاید خیلی بگن نه اینجور نیستش. بله درسته که ماها در اون کشور زندگی نمی کنیم ولی تأثیراتش رو میتونیم حس بکنیم. بله. آیا آقای ترامپ به هر صورت این گذاشتن خودشون گفتن به دلیل چیه؟ به خاطر اینکه در داخل کشور هنوز تصمیمات کامل و مشخصی از یک گروه نیست و اونها منتظر جواب هستن. ولی شرطایی گذاشتن آقای ترامپ، یعنی صحبتایی کردن. صحبتش این بودش که شما به ما نظراتتون رو بگید. هنوز هیچ نظری نه نظراتتون رو بگید و فعلا منتظر نظرات هستن. فعلا این آتش بس در انتظار این هست که اینا باشه و مشخص بشه، اما چیز معینی نیست، اتفاق معینی نیست که شما بگید خب به خاطر این آقای ترامپ گفتن این مسائل برای ما اهمیت داره یا این مسائل رو روش حساب کنیم. آقای ترامپ در یک رویای غربی داره زندگی میکنه. ایشون هنوز نشناخته، واسه من خیلی جالبه، یا این اطرافیانش بهش نگفتن یا کسانی که به اساس ایرانیایی که ایشون میشناسن ایران رو نمیشناسن. خوب یه رویاست، مثلا میگه آره عکس میذاره میگه این دختر خانم ها رو من به تو پیشنهاد میکنم اینا رو اعدام درخواستاش بود، نه شرط نه ولی گفته نکنید، این خیلی شروع خوبیه برای مذاکرات ما. اصلا کی گوش میده این حرفا رو؟ شما با کی داری صحبت میکنی؟ خب ایشون عکس 8 خانم رو گذاشته، باشه عکس 18 تا خانم بذاره یا 4 تا خانم بذاره یا 2 تا، فرقی نمیکنه واسه کسی. شما دارید با یه سیستمی صحبت میکنید که این سیستم کلا اصلا اینا رو قبول نمیکنه، این حرفا رو.
داره کار خودشون رو انجام میدن. شما میبینید یه تو خیابون دارن باز دوباره خانم‌ها رو نشون میدن که پشت جیپ نشستن و بوق دارن میزنن و میرن جلو و پرچم به دست هستن و یک نمایش‌های الکی مسخره کمدی. واقعا کمدیه. برای ماهایی که میشناسیم کمدیه. برای آمریکایی براش تعجب آوره. اسرائیلی هم میدونه که این مسخره است، چون اسرائیلی ها میشناسن ما رو، چون توشون به اندازه کافی ایرانی وجود داره. بله، اونا ما رو به شناختن، اونا قشنگ میدونن ما چی هستیم، با دی ان ای ماها آشنایی دارن. دیدم که در باغ فردوس یک خانومی، این خیلی جالبه ها، برای من خیلی جالبه. من در برنامه قبلی هم گفتم خیلی کسا به خاطر یک تار موشون که بیرون بود در زندان ها رفتن، شکنجه شدن، کشته شدن، ولی کسایی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن همه خانم هایی هستن که موهاشون پیداست و مینجوب میپوشن و اینا. بله اینا هست، اینا نباید کشتشن، اینا حلالن. اما در باغ فردوس صدای یک خواننده زن میاد و میخونه این خانومو، جولیا پتروس، و هیچ اشکالی نداره و من نمیدونم چطور آخه چجوری شده. جولیا پتروس یا جولیا پتروسی که ما باش آشنایی داریم یه خواننده قدیمیه، یعنی الان فقط 58 سالش باشه راحت، و این از سن کودکی شروع کرده به خوندن و چند نزدیک 2 هفته پیش بود دیگه که در باغ فردوس آهنگاشو ویدیوشو پخش کردن در مقابل طرفداران نظام و اونا همشون گوش میکردن و پرچم تکون میدادن. اینها این همون صلاح چیزه، مملکته، صلاحه. یعنی شما با 2 تا جمله خیلی راحت میتونید یه چیزایی رو حلال و یا حرامش کنید. متوجه؟ اینم جزو همونه. مصلحت، این مصلحته که امروز این اتفاق بیفته حلاله. ما اینو داریم، ما به چند تا چیز داریم در برای شیعیان به خصوص. یکیش مصلحت نظامه، این مصلحت با ما هست، با ما همراهه. بله. دومی تقیه است. تقیه میتونی یعنی دروغ شما میتونی بگی، یعنی در واقع دروغ باز داره چیه؟ باز مصلحتی. مصلحت دروغ آره، مصلحت. تقیه است. آره، مثلا میگن که و همیشه اینو عنوان میکنن در رابطه با حضرت علی علیه السلام، میگن که حضرت یه روزی نشسته بوده یه جایی، یک آقای میدوه، میگه داشته میدویده، رد میشده، میگفته که گفته یا حضرت اینا دویدن دارن میخوام منو بکشن، اگر که اینا بگیرن منو میکشنم، تو رو خدا نگو منو دیدی از اینجا دارم رد میشم. حضرت از این ور که نشسته بودن بالا میشه میرن اون ور میشینن، اینا میرسن، فاصلهشون زیاد بوده چون ببینید اون رفته از این ور اون ور، اینا میرسن میگن یا علی اینا ندیدی از اینجا داشت رد میشد مثلا اکبر گفته والا از زمانی که من اینجا نشستم کسی اینجا رد نشده. این بهش میگن تقیه. خب این با در بچگی تو تعلیمات دینی خوندیم به خدا، من همچنان در ذهنم این تقیه وجود داره، اما اینم اوکیه. البته الان یه قانونی وضع شده در به خدا میخنده، ولی ما اینو داریم خانم ویدا و بهش هم میبالیم. بله و هر چیزی که به مصلحت ربط داشته باشه، مثلا دختر خانم‌ها الان بیان تو خیابون بدون حجاب برقصن باشه، یه زمانی یه سری اسم اینها رو گذاشته بودن، مثلا گفتن آقا اینا فاطمه کماندو هستن، اینم شوخی چیزی بود، یه چیز زیاد جذابی نیست، ولی الان دیگه اونجوری نیست. الان اسمای مدرن بعد روشون کار کنی، روی اسمای مدرن الان دیگه روی اون پارمیسه مثلا چیزه، پارمیس کماندوه دیگه داستان. نه ولی واقعا این سوال دارم، خب اونایی رو که میگرفتن که موشون پیدا بود، این خواهران زینب اینا رو با مشت و لگد و اینا میبردن، اون موقع مصلحت نبوده، اون موقع قانون بوده.
قانون این بوده که جمهوری اسلامی باید اینها رو بگیره. چون موهاشون هوس‌انگیز بود. امروز مصلحتی که حتی جولیا پتروس واسه ایرانیا بخونه و صداش هم حرام نیست. یه چه جالب دیدم، یه آقای، یک حاج آقای نشسته بود، حاج آقای جوانی هم بود، یکی دیگه من میگه حاج آقا این آهنگو شما گوش کنید ببینید این آهنگ چجوریه. ایشون گوش میکنه میگه مال آهنگ ادله، آهنگ عدل هستش. این داره آهنگ رو گوش میکنه، Someone Like You هست میخونه، بعد گوش میکنه و میگه که نه این به نظر من مشکلی نداره. عدل دوست داره. میگه نه مشکلی نداره. یارو میگه آره منم تحریک نشدم، پس این از نظر حضرت آقا حاج آقا حلاله این خانم. من پخش میکنم شما بفرمایید که این مصداق غنا حرام این هست. هم باز دوباره هم در صوت هم در شعر اون دوتا ملاک که ما صحبت کردیم راجبش رو به نظر میاد که نداره، یعنی باز هم میشه گفتش که اون نیست، یعنی جزو مسئله قرار نمیگیره. نه اوکی. پس این ترک سرکار خانم عدل هم خدا رو شکر تشخیص شخصیه ها. بله متوجهم. این ترک برای شخص حاج آقا و حالا منم چون تحریک واقعا نمیشم با این حلال هستش. این آهنگ اون آهنگ حلاله چون آهنگش تحریک کننده. من هنوز تو فکر اینم که مثلا ایشون Love to Baby رو فکر کرده حلاله. شده یاد بیاد آهنگ رو به خدا Love to Baby. ایشون خب ترجمهشو بلد نبوده شاید. آره مثلا اونو فکر کرده مثلا اون حرامه. خب دیگه ولی خب یعنی الان داریم کم کم میرسیم به اونجا، مصلحت به جایی داره میرسه که تو خانم‌ها هم میشه حساب کرد که مثلا این خدا رو شکر این الان صداش اذیت هم نمیکنه، تحریک هم نمیکنه. من خیلی وقت بود تو فکر این بودم که مثلا خواننده بخونه، خدا خواننده زن میخونه و شما با صدای خواننده زنه تحریک شی. نه مشخص شد که با ادا اطفالش ممکنه بالاخره یه چیزی باشه مثلا نگاه بکنیم میگه نه ادا اطفالش با خواننده های امریکایی و لبنانی و غریبه تحریک نمیشن، فقط با صدای زن ایرانی تحریک میشن. برای همینه که خواننده ایرانی اجازه نداره بخونه. فکر کنم نه اونم کم کم من فکر کنم حل بشه. ولی مثلا والا به خدا خانم پریسا که میخونه چه چیزی مثلا یادت خانم پریسا میخوندن؟ آره مثلا چیزی نداره. یه خانم مرضیه میخوندم مثلا فکر کنم به خدا ارتش داره حرکت میکنه، چه صدای زیبایی هم داشت. ولی خب اونم باز دوباره خود اینها از دست دادن. ولی اصلا شما نگاه میکردی اصلا تفکرات سیاسی خانم مرضیه من فکر نمی کنم که اصلا به طرف مجاهدین خلق بوده در اون زمان، در زمانی که ما یادمون میادش. ولی وقتی شما یه نفر آزار میدی بالاخره یه جای دیگه در میاد دیگه سرش دیگه. اما حالا دیدیم که سفیر ایران در پاکستان هم اول زده بود با تمام این تفاصیل و تمام این مسائلی که وجود داره، با تمام چیزهایی که اسرائیل نقض کرده در این آتش بس، اما ما در پاکستان از طرف ایران حضور خواهند داشت دوستان. بعد وقتی که بهشون اطلاع دادن که شما برین ممکنه حصر خانگی بهتون بدیم و دیگه نگرتون نذاریم همچین اتفاق بشه، زود این آقای رضا امیر مقدم که سفیر ایران در پاکستان هستن زود این توییت خودش رو در شبکه اکس پاک کرد. برای همین هم باز هم در برنامه قبلم گفتم به این برنامه اینجا بسنده میکنیم تا همین جایی که گفتیم دیگه، به این که سپاه فعلا کنترل کامل رو به دست داره. حالا آیا به این یک کودتا میشه گفت یا میشه اینو گفت که فردای کودتایی خواهد بود، ولی به هر صورت یک تغییر و تحولی در کشور به زودی رخ خواهد داد. بریم سراغ برنامه‌های دیگه‌ای که امروز برای شما در نظر. اما یه سوال مونده. بفرمایید. شنیدم که گفتن که ممکنه که در جام جهانی ایران شرکت نکنه. این آخرین چیزی بود که من شنیدم، حالا نمیدونم که چون هر روز میدونی یه خبر، هر روز یه چیزی میشنوی. امروز قراره بیان، فردا قرار نیست. امروز آتش بسه، فردا آتش بس نیست. امروز جنگه، فردا جنگ نیست. هواپیما امروز پرواز میکنه، فردا پرواز. ما خودمونم والا اینجا دیگه گیج شدیم، نمیدونیم چی کار باید بکنیم. هست نیست سرمون اینجوری همش به خدا.
آخرین صحبتی که آقای قلعه‌نویی کردن اینه که ما حضور خواهیم داشت. این صحبت آخر ایشون بوده و گفتن ما در جام جهانی میایم و هستیم با تمام مشکلات و مسائلی که میدونیم در پیش خواهیم داشت. این صحبت آخر ایشون بوده. اما حالا چجوری خواهد بود، تا اون زمان چی میشه، چه تصمیم گرفته میشه، شما باید امروز ایران رو به دقیقه 90 تشریحش کنید. خب وقت زیادی هم نداریم علی جان، نزدیک کمتر 2 ماه راه. بله ولی خب دیگه کلا هیچ چیزی مشخص نیست تو اون کشور. تنها چیزی که مشخصه اینه که گرانی روزانه در کشور میاد. بعض مردم حتی اونهایی که وضع مالی خوبی دارند هم دارن دست به عصا را میرن. بله بله. حتی اونهایی که وضع مالی بسیار خوبی دارن، چون شما فردای سختی خواهد بود. من هفته گذشته درباره پتروشیمی گفتم، الان میگن آب معدنی کمیاب شده. شما خوشحال بشید در گفتن وارد میکنن. یادتون باشه اگه شما آب معدنی رو وارد کنید و با بطری وارد کنید، هزینهش چند برابر بیشتر خواهد شد تا آب معدنی که در داخل ایران بطریش اقلا تولید میشده، اگه که آبش هم تولید میشده. خب به هر صورت بوده. پس شما باید توجه داشته باشید با نبودن مشکل پتروشیمی و تولید نشدن کار و در پتروشیمی و با نبودن فولاد مبارکه، مطمئناً شما اگر بخواید کن تونا رو یا تون ماهی رو بخواید وارد بکنید، فکر کنید با چه مبلغی روبرو میشید. اینها هزینه‌های، اینا جنس‌های یعنی ارزان کشور بوده، نه اجناسی که شما بخواید برید بعدش گوشت بخرید. شما میرفتید تون میخریدید چون نمیتونستی گوشت بخری. باید بهش اینجوری فکر کنی. خب میگفتن حبوبات بخورید، عدس بخورید که گوشت نخورید، ولی شنیدم که حبوبات هم بسیار گرون شده. همه چی گرون شده و گرانتر و گرانتر و گرانتر. چون باز دوباره نگاه کنید، شما میخواید کود شیمیایی باز به چی وصله؟ به پتروشیمی وصله. برای همین کلا شما با یک معقوله بسیار مهمی روبرو هستید که این در رابطه با کمبود، قحطی و مشکلات معیشتی بعدی که در ایران وجود خواهد داشت و بیشتر خواهد شد. خدا رحم کنه. درباره جام جهانی هم گفتم، قیمت ها باور نکردنی بالا رفته برای جام جهانی در آمریکا. یعنی شما مثلا در نیویورک مت لایف استادیوم ما داریم، شما از نیویورک بخواید سوار قطار بشید و به 15 دقیقه راه رو برید از مرکز به مت لایف، در حدود $12.50 پول مترو بودش. بله. خب همین الان بخواید سوار شید از مرکز برید اونجا $12.50. از روز اول جام جهانی تا روز آخر جام جهانی اگر بخواید به مت لایف برید 25 $150. واو. بله. برای همین توجه داشته باشید که مخارج بسیار بالا خواهد بود، قیمت بلیط ها بسیار بالاست و اگر هم میرید اینجا قبلش سیر بخورید و برید، چون قیمت های غذا، نوشابه و همه اینها هم اصلا 100% سرسام آور خواهد بود. من فکر کنم فیفا فکر کرده گفته آقا پس یه دفعه پارو کنیم با خودمون ببریم همه چی رو. ولی مردم یعنی این پول رو میدن، اونایی که دوست دارن بالاخره مجبورن دیگه، حتما این پول که مجبوره. آره دیگه مجبوره این پول رو میده. واویلا. اینم اصلا دیگه واویلا شد. خب بفرمایید. شما در مورد فیلم مایکل جکسون حتما شنیدید دیگه که پسر برادرش بازی کرده. بله. جعفر. و این فیلم میگن تا 2 ماه دیگه سولد اوت. دروغ گفتن ولی خب باشه. دروغ گفتن؟ نه، بلیطاش خوب داره فروخته میشه، ولی نه تا 2 ماه دیگه سولد نیست. بلیطاش هستش میتونن بخرن، ولی خب حتی شب اولش چهارشنبه برای فروش خواهد بود
که شب اوله، این بهش میگن پری اوپنینگ از 5 شنبه است که پشت سر گذاشتیم و الان هم خب بعد زودتر بلیتش رو بخرن دیگه. توی در تلویزیون در مورد این صحبت میکردن که تا 2 خوب داره فروش میره. بله گفتن ولی من میگم فیلم خوبیه، ولی نه بلیت هستش اگه خواستید. شاید بعضی از جاها، شاید بعضی از مناطق اینطوری باشه ولی نه همه جا. بخواید ببینید میتونید فیلم رو ببینید. اسم فیلم هست مایکل که جعفر جکسون بازی میکنه. چرا میگی جعفر؟ اسم جعفره. جرمین مسلمان شد، اسم پسرش جعفر هستش، بعد یک همسر افغان گرفت که با او هم مدتی بودن، بعد از هم دیگه جدا شدن. خوبم میشناختم همسرشو و بعدم این که همین اسم پسرش جعفره. جعفر کجا؟ حالا باید ببینیم چه نوع فیلمیه. فیلم خوبیه. این فیلم ها رو باید توی سینما دید و با اینکه توی این فیلم به اون صورت در رابطه با جنت صحبتی نشده، زیاد درباره جنت جکسون نیست و همینطور لاتویا، با اینکه حتی اینها بخشی از پرودوسینگ داستانم به عهده داشتن، ولی فیلم بیشتر روی خود مایکل و دوران جکسون 5. ولی واقعا حیف شده. واقعا بعضیا رفتنشون آدم میگه چرا باید برن. یکی از گاهی وقتا اتفاقا به نظر من بعضی اینها رفتنشون لازمه به خاطر اینکه من البته دوست داشتم که اگه می‌خواستم بره بعد از تور دیسیزتش میرفت، به خاطر اینکه یادتون باشه اگر الویس پریسلی همچنان ماندگار بود یا جیمز دین یا همه اینها اونجوری به تاریخ نمیپیوستن که مایکل جکسون، جیمز دین یا آخه مایکل جکسون مرلین مونرو اینها به تاریخ پیوستن به خاطر این مسئله. الویس پریسلی هم همینطور. الویس هم رفته دیگه آخراش دیگه. آره ولی مایکل جکسون هنوز همه چی تاپ آهنگای و یکی از چیزایی که درباره مایکل میگم، با اینکه خودم یکی از طرفدارانش هستم، با اتفاقاتی که امروز و صحبتایی که امروز میشه، شاید مایکل رو الان در میون خودمون نداشتیمش، در زندان آمریکا بود. یعنی تا این حد من میتونم بگم که به خاطر صحبت ها و به خاطر همه حرفایی که بود، به خاطر مسائلی که اپستین و اینها داشتن، به خاطر همین هم من فکر میکنم مایکل جکسون هم گفتم کاش که دیسیزت رو برگزار میکرد اون تور رو و بعد میرفت، ولی نمیدونم. من هنوزم دوستش دارم. برید فیلمش رو ببینید، ما هم میبینیم در موردش حرف میزنیم. بریم برگردیم با شما خواهیم بود. یوتیوب چی شد؟ همین حالا عضو کانال یوتیوب تپش شوید و به تماشای بهترین ها و جنجالی ترین برنامه‌های تلویزیونی، اونجوری هم که شما فکر میکنین نیست. اعدام، برو بیرون. با بالاترین کیفیت ممکن بنشینید. این کد را اسکن کن و همین حالا سابسکرایب کن. تپش، شبکه هر خانواده ایرانی. کافی خوردن هم خیلی خوبه. قهوه بله، قهوه خوبه. شما در روز چند تا کافی میخورید؟ 3 تا. 2 تا 3 تا. منم 2 تا 3 تا. من فقط سایزمون فرق میکنه. آره شما من بزرگ میخورم. من کوچیک. ولی شما کل کاپوچینو نصفش خالی همیشه. آره من خیلی چیز، من صبح که از خواب پا میشم 5 صبح یک کافی میخورم، بعد دیگه هیچی نمیخورم. حدود ساعت 10:30-11 یک کاپوچینو میخورم، بعد دیگه هیچی نمیخورم تا شب که شام میخورم. آفرین. یعنی اون میشه ناهار بنده. اونو این باعث میشه که گرسنه نمونم. من 5 صبح قلط میزنم. بعدش صبح که وقتی از خواب بیدار شدم، حالا اون موقع کافی بعد از یه فاصله قهوه‌مو میخورم که کاپوچینوس فقط قهوه دوست ندارم و بعدش هم این که روزم شروع میشه دیگه. بله من دیروز به شما فکر کردم. چرا؟
دیدم که در اخبار نشون میداد که چون منزل شما گفتین که شیر کوهی اومده بود. بله. دیدم که نشون داد که پارسال. بله خیلی ناراحت شدم. اینجا متاسفانه شیر کوهی هست در خیلی از منطقه هایی که نزدیک کوه هستن. یکیش منزل همکار عزیزم هست. دیدم که یک شیر کوهی آمده توی حیاط و یک سگ بزرگ رو گرفته، کشته و بعدم به خودش برده. میدونی آدم ناراحت میشه. خب درسته این بالاخره آدم میگه اینا بالاخره شیرن، اون سگ بالاخره بعد زندگیشون میگذره، ولی آدم نمیدونم چرا ناراحت میشه وقتی یه سگی رو میگیرن. من عکس سگرم که صاحبش نشون میداد و گریه میکرد آدم ناراحت میشه. بله. ولی صحبت سر چی بود؟ صحبت سر این بود که به خاطر این که هوا خشکه، شاید به خاطر بی‌غذایی اینها دارن میان پایین. بچه های کوچیکتون رو نذارید دم استخر یا تو حیاط بازی بکنن. خواهش کردن کسایی که نزدیک کوه زندگی میکنن حتما در حیاطشون چیزی داشته باشن که بتونن با اینا بجنگن. حالا نمیدونم از این چنگک منگک چی هرچی که دارن، با شیر کوهی با چنگک، نه یه چیزی که اینا رو بترسونن دیگه. حالا وادور هرچی هست. من دوست ندارم راجع به تفنگ و اینا صحبت کنم. بهترین راهش فرار. نه بچه کوچیک وقتی میخواد بیاد یه وقت بچه اونجاست بپره، خب شما چیکار میکنین؟ چه چیزی انجام میدید؟ پیرنم در میارم. نه نمیتونی دیگه. مثلا نشون میداد یه پدره بچهش افتاده از توی قایق، 2 تا بچه‌هاش با هم افتادن، این اومده جفت بچه‌ها رو نجات داد ولی متاسفانه خودش از بین رفت. خب آدم اون لحظه نمیدونه، ولی یه مقداری آمادگی داشته باشید. داشتیم راجع به مار صحبت کردیم. چی گفتی؟ گفتم که سومین تلفات در کالیفرنیا رو همین چند روز پیش در شمال کالیفرنیا توسط یک مار زنگی دیگه که زده بود. مارا زیاد زدن آدمای مختلفه ولی خب اکثرا زنده موندن. 3 نفر فعلا از بین رفتن در کالیفرنیا که سومیش هم در شمال کالیفرنیا بودش. بله. یه مارم چند وقت پیش 2024 نشون میداد یه ماری از تو توالت اومده بوده بیرون و یه آقای که نشسته بوده رو یه جایی شو زده. بعدش با تربیتیش با ب شروع میشه. بله با ب شروع میشه. زده. بی تربیتیش هم بس که با خیلی باشه ولی خلاصه زده. ولی خب این آقا با زرنگی گرفته ما رو آورده بیرون و خلاصه داشت نشون میداد که گاهی وقتا مار از دستشویی هم میاد بالا و اومده بوده بالا. شبا که میخواید بخوابید که البته در آپارتمان اتفاق نمیفته، من فکر نمیکنم تو آپارتمان هست، ولی کسایی که هاوس خونه دارن. اینم خونهش آمریکا نبوده. البته این آقاها این خونهش آمریکا نبوده، تو آمریکا نبوده، این بیرون از آمریکا بوده. ولی کسایی که خونه دارن و نزدیک کوه و اینا هستن شبا که میخواید بخوابید در توالتتون رو ببندید. اصلا در توالت باید بسته باشه. دیدی بعضی وقتا اصلا مثلا تعجب آوره ما چرا در توالت باز میذارید؟ این در واسه اینه که اصلا بسته باشه. بله. مثلا بفرمایید مثلا مهمون که داریم در توالت باز بفرمایید خواهش می‌کنم در توالت بسته باشه. خانم اینم هست. تو رو خدا خیلی مراقب باشید، به خصوص برای مارها. اون دفعه هم گفتیم مار زنگی انشالله که هرگز برای شما پیش نیاد، ولی اگر پای شما رو زد تکون نخورید، چون وقتی پا رو تکون میدید سم تو بدن شما حرکت میکنه. فقط سفت ببندید و هیچ کاری نکنید، فقط زنگ بزنید که 911 بیاد و شما رو کمک بکنه. یه مار هم پیدا شده توی آبهای آمازون، تو رودخانه آمازون. یک مار آناکاندا پیدا شده. این میگن بیش از 30 فوت طول این ماره، بیش از 30 فوت. خب چرا نمیکشنش؟ نباید بکشن مار رو. یعنی چی؟
نه خب این بره همه رو بخوره؟ نه فعلا اونجا دیدنش توی آب هم دیدنش داشته تو آب حرکت میکرده یه دیدنش توی یه شاخه‌ای و آویزون بود درخت. شما این فیلم هایی که میسازن با این مارا رو آناکوندا میبینید؟ رو هر دوتاشو دیدم. آره هر دوتاشو دیدم. میاد همه رو میخوره. آخه یعنی چی؟ اولیشو دیدم به خاطر جنیفر لوپز، به خاطر ماره ندیدم فیلمو. آره دومیش هم دیدم زیاد لذت نبودم چون قیافه جک بلک رو نمیتونستم دیگه تحمل کنم. آره ولی اولیشو دیدم چون جنیفر لوپز تو بازی می‌کرد. والا به خدا. آره خدا رو شکر زنده هم از کار در اومد. اینم از بله. بله. داشتیم درباره دروغ صحبت می‌کردیم این برنامه این چیزا سیاستمدار می‌بینی دنیا سیاست اصلا با دروغه. شما دروغ هم بعد بتونی بگی. ویلز به عنوان اولین کشوری انتخاب شدش و اولین کشوری شد که در قانونش گذاشتن که اگر سیاستمداران مردم رو بهشون دروغ بگن یا با حرفی گمراهشون کنن یا میتونن از کار بیکار بشن یا اینکه بهشون جریمه تعلق میگیره. همشون هم جریمه میگیرن هم از کار اصلا تعجب آور بود که یه همچین چیزی رو اینا عنوان کردن. اجازه بدین در بساط درست برنامه این ولی من برای شما بگم که چون خیلی ها با من صحبت میکنن و دوست دارن که به مسافرت برن، ما در مورد مسافرت صحبت کردیم. اپیک تورز بله مسافرتی رو برای شما در نظر گرفته که شما میتونید دوستان عزیز 8 آگوست برید یک مسافرت بسیار بسیار زیبا برای 11 روز تشریف ببرید بگردید. آره 12 روز 11 شب. بله 12 روز. 12 روز برید، 8 برید، 19 برگردید. آگوست. آگوست این بهترین زمان سفره همیشه. یعنی شما باید توی ماه آگوست در آمریکا این بهترین زمانی هست که بخوای باش سفر بری. به خصوص اونایی که علاقه‌مندن به فوتبال و اینها. جام جهانی تموم شده 19 یه وقت یه تنفسی دارید و بعد از اون میتونید سفر خودتون آغاز کنید و به خصوص که این سفر هم خیلی از ماهایی که حتی اروپا رفتیم و اکثر من میشناسم اشخاصی که به اروپا رفتن ولی این کشورها رو خیلی ها نرفتند. کشورهایی مثل پراگ، وین، این شهره. خب اینو من دارم میگم من دیگه شهراشو لهستان اون کشوره مجارستان اون کشوراشو که من کشوراشو دونه دونه میگم شهراشو دونه دونه خودشون شهر داده بودن. چک ریپابلیک، بله. اتریش، مجارستان، لهستانه. بله خیلی عالی. من وین رفتم. منم رفتم. خیلی زیباست. آره واقعا جاهای دیدنی زیاد داره. بعد در خود ایشون آقای صداقت وقتی صحبت میکردن در مورد اون کارخونه صحبت کردن که واقعا من فکر کردم که مال آسکر شیندلر. بله خیلی جالبه که آدم بره و اینجور جاها رو ببینه. پر از هم میدونی اونجا دیگه دردناک نیست، اون خاطره اکچولی زیباست که این همه آدم بتونه جون این همه آدم رو نجات بده و چقدر قشنگ دیدن این کارخونه برای خیلی ها جالب خواهد بود. البته باید بگیم که مثل همیشه خیلی عده زیادی نمیتونن برن. شما اگه میخواید برید حتما با این شماره تلفن روی 2 تلفن، یه تلفن دبی، یه تلفن آمریکاست. آره تماس بگیرن هر چه زودتر. از هر جایی هم بیاین خوبه دیگه، با هم هستیم و میریم و لذت میبریم و برمیگردیم. بله آقای امیرقاسمی هم دارن تشریف میارن انشالله. بله از هر جای اونجا هر چی هستش مثلا پنیری که صحبت کردن داداشت میاره دیگه با برادرت داری با هم میریم. اون نمیتونه چیز نه شما اصلا ببین فرهاد قیافش میاد که یه کوله بار با پنیر برگرده. کوله باری از پنیر با فرهاده. بله برادر من هم داره میاد چون عاشق اینه که این جوجه ها رو بره ببینه. مخصوصا در مورد این چیزای تاریخی که صحبت کردن، چیزایی که دیدنیه، واقعا جاهایی که باید رفت و دید. و ببین یه جاهایی رو شما نمیشه همینجوری برید، باید با یه عده‌ای برید که بلد باشن، جاهایی رو ببرن که شما بتونید ببینید و لذت ببرید. اینا خیلی خوب واردن.
بچه‌ها خیلی خوب وارد هستن، کارش رو خوب بلدن. بله. و بعد از اونجا حالا سفر به ژاپن دارید، سفرهای متفاوت دارید. به به. در ضمن آب گرم دارن اونجا، کسایی که دوست دارن برن آب گرم. به. این برادر من تا گفتم آب گرم گفت من هستم. باریکلا. خوبه. خیلی خوب. بهش گفتی پنیرم. پنیر رو گفتم علیرضا بیاره. بگیر بیار با خودت. برادر عزیزم. آماده باشید برای 8 آگوست. خواهش میکنم اگر دوست دارید که برید همین امروز تماس بگیرید، چون وقت قیمت $3150 فقط تا اول جولای رزرویشنش. برای همین زودتر رزرو کنید. بچه‌هایی هم که اومده بودن به ویتنام، اونها که زودتر از همه امیدوارم رزرو بکنن. بله انشالله. تیم ویتنام. بله بسیار عالی. خب بریم سراغ این که یک تجربه خیلی خوبی رو من هفته گذشته داشتم که یکی از دوستانم که بهش اینجا تبریک میگم، فرهاد بشارتی. بله شنیدم آقای بشارتی. مبارک. آقای دکتر فرهاد بشارتی. دیگه دکتر شدن و چقدر خوشحال بود. اینا معرفی که میکردن اول گفتن خب یه گروه اول اعلام کردن و اینا اومدن بالا و دیپلماشون رو گرفتن و بعد گروه دوم اعلام کردن، اونا اومدن بالا دیپلم رو گرفتن. گفتیم پس فرهاد کجاست؟ گفتن که صبر کنید اینا مستر گرفته بودن، گفتن دکترا الان میان، که تعداد خیلی محدودی بودن که دکتر شده بودن و اینا اومدن و آقای بشارتی هم جزو این دکتر شدن ایشونو و دکتر طب سوزنی و اورینتال مدیسین. خیلی هم عالیه، بهش تبریک میگم. یه روز خیلی خوب و قشنگی بود و خوشحالم که رفتیم دیدیمش و آرزوی بهترینه رو براش دارم واقعا. 100%. بسیار انسان خوبی، خودشون خانم گلشون. آفرین که اومد 6 سال بعد بالاخره تحصیلاتی که کرده، لیسانس و اینا، بعد 6 سال در دوباره درس خوندن و دنبال آفرین. البته سن زیادی نداره ولی خب بازم بالاخره خیلی سخته. آدم درسته ایشون جوون هستن ولی آدم از یه سنی دوباره شروع کنه خیلی سخته. ایرزا خیلی سخته. من بهش ایول آوردم، گفتم آفرین به فرهاد بشه. آدم یاد میگیره که هیچ وقت برای هیچ کاری دیر نیست. به هدف رسیدن همیشه باریکلا داره. تبریک واقعا تبریک. باریکلا تبریک. خب اینم از این. بریم سراغ اون چیزایی که باعث سرطان میشه و گفتن اینها رو استفاده نکنید. خواهش میکنیم شما از این به بعد سعی کنید هر چیزی رو که میخواید استفاده کنید، چه نوشیدنی، چه کرم ضد آفتاب، چه خمیر دندون، همه چی رو برید سرچ کنید بخونید، چون باعث کنسر میشه. بله بفرمایید. این باشه. نه تو همه اجناسشون ولی اجناس مختلف. مثلا حتی در کمپانی استارباکس نوشته بودن که در الان اینا تغییر دارن میدن همشون این چیزاشون رو. حتی دیدم گتورید اومد اعلام کرد که ما این رنگ هایی که در نوشابهمون داشتیم رو داریم برمیداریم. این دای های آرتیفیشال یا مصنوعی رو داریم برمیداریم و اگر هم رنگی بخوایم اضافه کنیم رنگ‌های طبیعی رو استفاده می‌کنیم و چیز مصنوعی استفاده نخواهیم کرد. این از کمپانی گتورید هستش که من خودم هم جزو چیزایی که دوست دارم الکترولایت داره و به نظر من برای هر کسی که داره ورزش میکنه یا کمبود الکترولایت داره حتما خوردنش خوبه. بهش در زبان انگلیسی تو آمریکا بهش میگن ترست کوئنچ، یعنی چیزی هست که این آتش شما رو از بین میبره. ترسکویچ همون آتش هستش دیگه، اون از بین میبره و گتوریدی که از اون نوشابه‌های خوبه. اما در استارباکس گفتن که تو این کولد بروها یک ماده‌ای است که میتونه سرطانزا باشه به نام اکری گلمت. اینه بعدش حالا گفتن اون دارن از بین میبرن. این کرم های بنانا بوت هست که خیلی باش آشنایی دارن که بنانا بوت برای میرفتیم دم بیچ بنزین داره توش. من خودم خریدم. بنزین داره که این بنزین یه ماده‌ایه که وقتی که به بدن میزنه بعد از یه مدت زیادی میتونه باعث سردرد، سرگیجه، حتی حواس پرتی. شما استفاده نمی‌کنی؟ من استفاده کردم. جدا میگم به مغز صدمه میرسونه. بله اینها میشه و حتی با زمان طولانی استفاده کردن بنزین میتونه به
مغز استخوانم صدمه وارد کنه و کنسر بگیرید و برای سرطان رو همراه داشته باشه. دیگریش که باز داره بنزین داره، این اولد اسپایس که مام بود زیر بغلی دیودرانت. آره این مام‌های اولد اسپایس هم میگن همین اون هم بنزین داره توش. حالا گفتم بازم باید بخونید پشت، بخونید ببینید چی داخل، هر چیزی که زیر بغل خمیردندان کولگیت بعضی از اینها اونایی که لد داره باز دوباره میتونه سرطانزا باشه. بخونید مطمئن باشید که لد نداشته باشه. کولگیت حواستون باشه. خمیردندون کولگیت. بله. چوبانی، ماست چوبانی باز دوباره یه چیزی داره توش که باز میتونه اون هم فتالایت بهش میگن، اونم باز دوباره میتونه سرطانزا باشه. این سریال های چیریوز اوکی اونم باز دوباره همینطوره. گلایفوسیت داره، اینم باز دوباره یا گلیفوسیت داره، اینم اصلا چیز دیگه است. پودرای جانسون اند جانسون خیلی وقت راجع به اون بله اونا رو خیلی وقت گفته بودن و جمع کرده بودن. پودرای جانسون. اسبستوس داره که توش با این اسبستوس هم باش آشنایی دارید. خیلی از این خونه هایی که سقفش از این پفکی‌ها هستش بله اونا هم که جمع کردن به خاطر همین که میگفتن اونها هم میتونه اسبستوس داشته باشه، به خصوص از یه سالی به قبلش اونها اون خونه ها از اون چیزی که استفاده کردن اون بالا اون حالت پاپ کورنیشو اونا میتونه اسبستوس داشته باشه. کسایی که خونه های رنتال دارن و سقفشون اینجوریه بله خونه های اجاره‌ای بله خونه های اجاره‌ای دارن و میتونن برن این رو گزارش بدن و مجبوره که صاحب خانه حالا شما رو بیرون کنه بیاد. شما میتونید برید اینو بگید و بیان این رو بتراشن و براتون سقف رو درست بکنن. چون خیلی خطرناکه، واقعا باعث کنسر میشه. یه خبر خوب دارم برای کسایی که میخوان انگلیسی یاد بگیرن و نمیتونن برن مدرسه و نمیتونن حتی پول بدن که کلاس برن. یه اپ جدیدی اومده که تو اون اپ رو شما میتونید دانلود بکنید و گوش کنید و قشنگ به شما یاد میده که شما چطوری بتونید انگلیسی حرف بزنید. آره دیگه. چون خیلی کلاس انگلیسی بخوای حرف بزن نمیزنه. آقا حرف بزن. نه بعضیا میرن توی کلاس ولی خجالت میکشن جلوی بقیه حرف بزنن. من دیدم تا حرف نزنی نمیشه. یاد نمیگیرید. آره. ولی این چون از همین الان شروع کن. This is a paper. البته this is a cardboard. It's not a paper. آره. ولی خب real speak این جایی که شما میتونید این اپلیکیشنشه. بله. مجانی هم هست. مجانیه. این به شما یاد بده و اگه شما اشتباه حرف بزنید به شما میگه که نه اینجوری نباید بگید و شروع میکنه به شما انگلیسی یاد دادن، حرف زدن روها، نه نوشتن. و این خیلی خوبه کسایی که میان میتونن انگلیسی رو یاد بگیرن. این خیلی مهمه علیرضا، چون خیلی ها هستن که خیلی ساله در این مملکت هستن، خب وقت نداشتن، بچه دار بودن، حالا یا خانه دار بودن یا شوهر سر کار بوده، خیلی مسائل بوده که نتونستن برن مدرسه و انگلیسی یاد بگیرن. امروز زمان اون هست که میتونن توی خونه زمانی که کاراشونو کردن نشستن با تلفن شروع کنن انگلیسی رو یاد گرفتن و حرف بزنن. به خدا خیلی مهمه که یاد بگیرید. یه وقتی اتفاق میفته میبینید نمیتونید که کسی دور و برتون نیست کمکتون کنه، بنابراین احتیاج دارید که انگلیسی حرف بزنید. بسیار یه چیزی جالب داشتم اینکه اول اینکه یه پومای آلباینو توی ایران بهش میگن البینو یا آلبینو فکر کنم، درستش خب به زبان انگلیسی بهش میگن الباینو. یه پومای آلبینو پیدا شده که این پومای آلبینو تو آمریکای لاتین بوده، سفیده، چشاش آبیه و این خیلی خیلی نادر هستش. بله. علیرضا جان یه عکس خانم بسیار زیبایی رو به من نشون داد، گفت این خانم رو نگاه کن، شما هم نگاه کنی. بعد گفت شوهرش میخواد طلاقش بده. آره. چرا؟ چون عکس دوم هم باید نگاه کنید. ایشون
گفته بوده من هر وقت دیدمش این شکلی بوده. بعد شب اول ازدواجمون که تموم شد صبحش بلند شدیم ایشون مثل که دیگه گفت خب دیگه الان دیگه باید تا اون با آخران باشه دیگه، مثل که از شیر پاکن استفاده کرده. بله از اینا استفاده کرده، یا نوتریجنا بوده، از این دستمال‌ها بوده، شروع کرده زدن، پاک کرده، اونجوری شده. وقتی اینجوری شده گفت آقا من نمیخوام. حالا بعدم نبوده حالا دیگه. نه بابا اون چی بود این چیه؟ نه دیگه. اتفاقا من نظر من همیشه باید طرف ببیننش. بله. آقا ببینید آقا چه شکلی هسته، خوبه، بده. کسایی که خیلی میکاپ میکنن اگر با کسی دیت میرن مثل که اینا نرفتن اصلا دیت نرفتن، مثل که نه اونجوری نرفتن دیگه. پس خیلی مذهب آقا بیخود کرده. اکثر دیتا صبح تا شب بوده، میدونی دیتی که باید برن که متوجه بشن شب تا صبح، نه با هم برن استخر، ساعت شرق میکنه. با استخر دریا الان مد دارین شما که ضد آبم هست، نه میزنه ولی طرف با آبش نمیره. آدمایی فقط که وقتی اینجا مثل فیلم های چیزی اینجا سیاه میشه. آره. نه ولی آدمایی که واقعا دلشون میخواد ازدواج بکنن، خانواده تشکیل بدن، آقا جون میخواید با یکی برید بیرون، این همه میکاپ لازم نیست. نه لازم که هست، قشنگ میکاپ. نه این همه که قیافه شما این رو به اون رو بشه. نه این دیگه بهش نمیگیم ما میکاپ دیگه. پس این چیه؟ این روسازی کرده اصلا ماشاءالله. آره روسازی کرده اصلا کلا یه داستان دیگه است. ولی خب اون صحبتی که شما میکنی که آقای دقیقاً ببینه ساعتش فرق میکنه. نه خیر، آدم اگه بعضی که خوشش بیاد ببینه اخلاقش میخوره، به نظرم این ذره باید اخلاقش میخوره خودش نمیخوره، با اخلاقه نیستش دیگه. طرف گفته آقا من برام اهمیت داره، برای خیلی اهمیت داره، برای خیلی اهمیت داره که طرف قیافش چجوری باشه. بعضی به قیافه کار دارن که قیافه طرف چجوری باشه. من آدم میذارم مثلا به ناخن به انگشته پای نگاه میکنه، براش انگشت پا مهمه، فوت فتیش داره. خب باید انگشت پا اهمیت میده. یکی کسی هستش که نه مثلا هر کسی یه چیز دیگه براش اهمیت داره. من آقایونی که مثلا میرن پدیکور منیکور خیلی دوست دارم، یعنی اپریشیت میکنم برای اینکه تمیزیه. درسته، هیچ چیز بدی نیست. خیلی من وقتی میرم میشینم میگم آقای دارم میگم باریکلا چقدر این انسان تمیزه. اتفاقا دیروز تو جیم بودم، تو دستشویی یه آقای این بغل بود، بعد این پاهاشو می‌خواستم عکس بگیرم. بد بود. من نمیدونم چرا با پاهاش ناخن‌های پاش اینجوری بود. خیلی البته اکثر ورزشکارا هم پاهاشون خیلی بدجورا، میدونی که ناخن‌های پاشون خیلی بد چیز میگیرن، فانگس میگیرن، قارچ میگیرن. برای اینکه کسایی که پاشون بیشتر اوقات توی کفش کتونی هست فانگس میگیرن. اما الان خیلی چیزا اومده که فانگس رو از بین میبره. اولا شما در تابستون حتما باید کفش باز بپوشید. من بدم دفعه دیگه دیدمش، ولی فقط پاشو دیدم. نه فقط انگشته پا ناخن. می‌خواستم عکس بگیرم بهتون نشون بدم. چجوری عکس بگیری؟ یواشکی نمیشه از پای مردم عکس بگیری که. نه از ما میگیرن دیگه، از ما قیمتا گرفتن، ولی نه شوخی میکنم، عکس که نمیخواستم بگیرم، ولی واقعا کاش که میتونستم. نه اتفاقا آدم خیلی خوبه بره بگه که شما پاتون ناراحتی داره. ما چه ربطی داره؟ اون زندگی خودشه، ما چه کار داریم؟ ایرانی بودن؟ نه خیر. خب پس اونا راحت‌تر قبول میکنن. نه میگو به تو چه مربوطه؟ نه میخواستی بگی من دکتر پا هستم. آره. نه وقت میترسیدم مثل اون یارو بیا که دیگه اون محل بیفته بگی دکتر بیا بهش نفس بده. یادت داشتیم تو برنامه قبلی گفتیم. علیرضا داشت راجع ورزش کردن صحبت گفتم خیلی ورزش کنی ها، هر چیزی اندازه داره، مخصوصا از یه سنی که آدم میره بالا سعی کنید که به اندازه کافی ورزش کنید. چه سنی؟ 2 سال به فراد بشاتی حال دادیم حالا با سن ما. نه تو سن جوانه. نه جوونام همینه، جوونام همینه. اصلا فکر نکن
همون پسر 18 سال 20 ساله هم نباید بیش از اندازه ورزش کنه. قلب آدم یه اندازه‌ای میکشه. یه داستان یه چیز دیدم، اینم دوست دارم دربارش با تو صحبت کنم. اونم اینه که نگی وقتم، اما من خیلی برنامه دارم هنوز. انشالله یه روز اضافه میگیریم که شما همه خبرها رو من بعد اینا رو بگم نمیشه، نمیتونم. اوکی بیشترش میکنم. 3 دقیقه 3 دقیقه وقت 3 دقیقه میتونی حرف بزنی. وای راجع به LAX من میخواستم بگم. آها راجع به ببین وقتی در رابطه با مسائل دیگه صحبت میشه ببین مثل بلبل حرف میزنه. خب چیکار کنم آدم سیاسی چرا در رابطه با چیزای دیگه صحبت نمیکنه؟ کسی توی یه کاری میتونه حرف بزنه. نه LAX اینجا میومد حرف میزدش باز داره گفتن آها اینم واسه ما شده دیگه تحلیلگر سیاسی. نه دیدم که به خاطر همین مسائل برنامه رو اجرا می‌کنه. LAX رو دیدی اینجا هم داره میشه مثل شیکاگو، همه چی دیگه داره با قطار و اینا. شما نه خیلی سخت میشه بابا. آره. برای اینکه پیکاپ بشن، برای اینکه دراپ بشن باید سوار یه دونه این مشکل بزرگی من هنوزم الانم شما تو در فرودگاه لس آنجلس بخواید برید اوبر بگیرید یا از این ماشینا بگیرید، تو ایران بهش میگن استاپ مثلا یا هر چیز از این چیزا بخوای بگیری باید با اتوبوس بری اونجا. حالا نه چمدون‌ها رو برداری با خودت. حالا دیگه اصلا هیچ کس نمیتونه بره کسی رو پیکاپ کنه، برای اینکه دیگه باید با قطار همه الان دارن البته تست میکنن. چمدان‌های ما چی میشه؟ همه رو با اون قطارا میرن یه جای به خصوص اونجا پیاده میکنن، همه باید اونجا خیلی سخت میشه. خیلی متاسفانه سخت میشه. این قسمت طولانیه، بعد بذارم برای دفعه بعدی که با هم دیگه حرف میزنیم. خواهش می‌کنم. و اینم بگم خدمتتون یه آقایی رو تو برزیل چند وقت پیش سیل اومده بود توی کشور برزیل، همین تازگی بوده. بعد یارو زنگ میزنه به ماموران میگه آقا من 4 تا بچه‌م تو خونه گیر کردن و باید کمکم کنید و باید کمک کنید و با آب گرفته بوده تمام محله رو. بعد بیا اینا بیان قایق رو راه میندازن تو آب و راه میفتن میرن اونجا و میگه خب برو بچه‌هاتو بردار دیگه. جون 4 تا سگ رو برمی‌داره میذاره تو قایقش. میگن این بود، میگه بله اینا بچهای من هستن و من نمیتونستم اینها رو ول کنم رها کنم. اینجا نشون میده که هر کسی به وابستگی به اون چیزی داره و اون نگاه اون آدم اینه که این به اندازه بچه‌هاش رو دوست داشته. 100% همینه. میدم خبریه که در رابطه بگم یه مسئله دیگه هم بودش که بعد از آتش سوزی 2019 و 2020 که در استرالیا رخ داد، الان به خاطر کمبود غذا برای این والابیز یه چیزایی مثل کانگورو هن ولی بهش میگن والابیز، اینا کمبود غذا دارن بعد از اون آتش سوزی. برای همین الان با هلیکوپتر میرن از بالا براشون هویج میریزن. آخه بله اینا میرن و کاش که یاد میگرفتیم که حیوونا رو بهشون غذا بدیم، بهشون برسید. نه الان تو ایران خدا رو شکر خیلی ها این مسئله رو دارن و خیلی دارن این کارا رو انجام میدن. باید بهشون گفت خسته نباشید، آفرین، خیلی هم کارتون درسته و بسیارم عالیه. خدا نگهدار تا هفته آینده. ببین خبر داشتم ولی باشه دیگه بقیه رو میذاریم برای برنامه بعدی انشالله که بتونه انقدر اتفاقات خوب بیفته تو کشورمون و به زودی همه شما اون آزادی که دوست دارین داشته باشید، ما هم بریم سراغ نوع برنامه‌ای که شما از ما توقع دارید دیگه. بعضیاتون هم میگین نه همین فرمون رو بگیر برو، ما نمیدونیم با کدومتون رو راضی کنیم و اصلا این برنامه هر دو بخش رو داشتیم. مرسی از همتون. خدا یوتیوب چی شد؟ همین حالا عضو کانال یوتیوب تپش شوید و به تماشای بهترین ها و جنجالی ترین برنامه‌های تلویزیونی اونجوری هم که شما فکر میکنین نیست. اعدام برو بیرون با بالاترین کیفیت ممکن بنشینید. این کد را اسکن کن و همین حالا سابسکرایب کن. تپش شبکه هر خانواده ایرانی.